سلام بهتون، من شقایقم. به یه آموزش رقص دیگه با من خیلی خوش اومدید. توی این پست میخوایم که آموزش رقص ایرانی رو ادامهش رو بریم و اپیزود سوم از این شیوه آموزش دادن منه که جمع بندی حرکات رو براتون دارم جلو میبرم و اگر دو قسمت قبل رو ندیدید این دو قسمت رو میتونید از دیسکریپشن لینکش رو پیدا بکنید و برید رو این قسمت های قبلی رو ببینید، به خاطر اینکه خیلی به درتون میخوره. 2 یا 3 قسمته. و اگر که میخواین توی کلاس های آنلاین و آفلاین من هم شرکت بکنید، میتونید از طریق پیج اینستاگرام آکادمی آندرلاین شقایق با من در ارتباط باشید. امروز میخوام حرکت کمر بهتون یاد بدم که توی رقص ایرانی ازش استفاده بکنید. حرکات کمر توی رقص ایرانی کمتر بهش پرداخته میشه متاسفانه، ولی بسیار میتونه رقص شما رو زیبا بکنه. خواستن رقص ایرانی اصیل حرکات کمر نداره، ولی میتونیم ما تلفیق بکنیم از رقص‌های دیگه مثلا رقص عربی و یا رقص‌های دیگه و هم موج‌های بدن رو توی رقص ایرانی بیاریم و هم که حرکات کمر رو فقط کافیه ایرانیزش بکنیم. نکته اول، شما وقتی که یه لباس پفدار میپوشید قاعدتا حرکت‌های کمر به خصوص برای خانم‌هایی که عروس هستن مناسب نیست، چون اصلا دیده نمیشه. پس باید انتخاب حرکتتون درست باشه به نسبت لباسی که میخواین توی اون مراسم انجام بدید، حرکات رو انتخاب بکنید. ولی اگه که لباس تنگ تنتون هست میتونید حرکت‌های کمرتون رو انجام بدید و خیلی هم رقصتون رو زیبا میکنه. معمولا حرکت‌های کمر خیلی درجا زده نمیشه، با یه پا تلفیق میشه. اولین کامبینیشنی که میخوام بهتون یاد بدم حرکت کمره با حرکت استپ به پهلوها. حرکت کمر این شکلیه که میشینم روی پام. اولین چیزی که میخوام بهتون یاد بدم، دست رو پهلو نگه میداریم. اگر یه دامنی که یه ذره حالا میتونیم کنارش رو نگه داریم، کنارش رو نگه میداریم، اگر نه دست این شکلی یا این شکلی میمونه. خب اول حرکت کمرش رو بگم. زانوها به سمت جلوه و یه کوچولو خمه. زانو رو یه کوچولو میکشم عقب و کمرم یه ضربه ریز میخوره. دوباره زانوی دیگر رو میکشم عقب، کمرم یه ضربه ریز میخوره. میشه 1 2 3 4. اگر رقص عربی رو نگاه کرده باشید و با من آموزش دیده باشید یا از هنرجویان باشید، یه دونه ضرب توی رقص عربی داریم که به پهلو هیپ میخوره. خب ولی این حرکت ضرب نیستش، نرم زده میشه. فقط کافیه زانوها رو جلو قفل کنی، عقب 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 عقب. میشه 1 2 3 4. 1 2 3 4. حالا حرکت رو که زدم، دستی که میتونی باهاش بزنی دست بالا پایین بالا پایین. حرکت دست چه شکلیه؟ 1 2 3 4. سمت دیگه 1 2 3 4 و دست میشه 1 2 3 4 5 6 7 8. هر طرف رو که داری میزنی دست همون سمت رو بیار بالا. حالا حرکت رو به پهلو زده میشه، یعنی یه پای ساید به پهلو میزنم 1 جفت 2 جفت 3 جفت 4 جفت. پس ساید رفتم پهلو. حالا کجا باید اینو بزنم؟ میتونم ساید برم پهلو، مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. حرکتی که دارم با پای استپ به پهلو میزنم، دستم پام باز میشه، یه دست غیر مچ میزنم، انگار دستمو میندازم دوره یه دونه تناب. بعد این تنابه رو میکشم به سمت خودم و میتونم یه کوچولو با بدنم بازی کنم، یعنی زاویه بدنم خیلی روبرو نباشه. اگر داری تو اتاق میزنید سکنج دیوار رو در نظر بگیرید. بدن رو حالت سرخ میکنم، رو به سکنج میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 تا شماره میرم پهلو، این 2، 2 تا هم اینجا میزنم، دوباره این 2، 2 تا هم اینجا میزنم. حالا میتونم بزنم 1 2، تعدادشو ببرم بالاتر، تعداد ضرب باسنم رو. این بستگی به ریتمتون داره. 1 2 3 4. دوباره اینجا 1 1 2 3 4. این اولین کامبینیشن.
و بعد بریم سراغ قسمت دوم و حرکت بعد. دیگه که میتونیم به حرکتش رو انجام بدیم دوباره با پای استپ انجام میشه، یعنی یه استپ میرم پهلو، یه استپ برمیگردم سر جام. خب حالا حرکت چه شکلیه؟ پامو باز میکنم، باسنم رو هل میدم بالا، میکشم توی خط صاف به پهلو و پامو جفت میکنم. حرکت باسنش چه شکلیه؟ باسم بالا، میکشمش به پهلو، میارمش پایین. اگر رقص عربی کار کردی همون حرکت مایه رقص عربی رو میخوام بزنی، بالا پهلو پایین، بالا پهلو پایین. تو رقص عربی این حرکت خیلی پرکار برده، تو رقص ایرانی هم خیلی راحت میتونیم انجامش بدیم. و دستم رو باز میکنم حالت ال، پامو باز میکنم، باسم میاد بالا، میکشمش به پهلو و جفت میکنم. دوباره جای دستم رو عوض میکنم، پامو باز میکنم، باسن رو هل میدم بالا، میکشمش به پهلو و جفت میکنم. برای اینکه این کشش رو یاد بگیری یه چیزی بهت یاد بدم. حرکت باسنت رو روی خط صاف بکش به پهلو، بکش به پهلو. این تجسم رو داشته باش که کناره های بدنت رو وصل کردن به دو سمت دیوار و دارن میکشنت. 1 2 3 4. این میشه حرکت پهلو به پهلو کردن که تفکیک میکنه قسمت شکمت و لگنت. و یاد باشه با زانوات نباید بازی کنی، زانوها قفله به هم، فقط حرکت رو توی خط صاف میکشم پهلو. حالا میشه 1 برمیگردم، 2 برمیگردم، میتونم باهاش برم جلو. 1 اوریب پامو میذارم جلو، 2 همونو برمیگردم عقب، 3 همونو برمیگردم عقب، 4. حرکت دستم چیه؟ هر طرف که میخوام برم، پام که باز شد، باسن رو که دارم میزنم یه قره مچ میزنم. این دوباره اون قسمتیه که تو جنبندی حرکت های دست بهتون فکر میکنم توی اپیزود اول بهتون این حرکت های مچ رو کامل یاد دادم، اونجا رو ببینید حتما. این قسمت ها رو پشت سر هم دارم جوری میچینم که به هم مربوطه، پس بعد اون قسمت ها رو ببینید که بتونید از پایه بیاین بالا. پس میشه 1 میشه 2 میشه 3 میشه 4. دوباره 1 دوباره 2 عقب، 3 عقب، 4. و بریم روی موزیک اینا رو اجرا بکنیم با هم، همشو با هم ببینیم. حال دلمو بد نکن، دست دلمو رد نکن، خودت میدونی اگه بمونی بهشتم اینجاست.